نکیلی و طلا و طلا استیل دو سه چهار رنگ ولی کامل طلاست. با ده طلا هم رنگ سرخش است که روز گل درش میاد. این دیگه از برند هم کده برندتر است ساعت. قیمتشون برای ما بگین ناجی صاحب که دوستان قیمت منتظر از هستن. این $60,000 است. ماشاءالله $60,000. قیمت از این مردانش 3200 است و زنانش 2700. 30 گرم طلا داره. ماشاءالله. بله و سه خط بندش الماس می باشه یک طرف دیگه طرف و بیزل خود تختش هم الماس می باشه. و این سنترکس است که ماشینش معلوم میشه این مدل عجیب مدل است. قیمت از این 2600 روپیه است. وقتی که میگن اتومات است یعنی چه قسم؟ یعنی بیتری نمیخوره، بدون بیتری از دست از نظم کار میکنن. بسیار خوب. بله. این دیگه ضرورت به بالتی نداره. نه. شاهانه بسته‌بندی شده که من آجی صاحب کی باز کرد من بخی ایران ماندم که چی رقم ساعت از دهی شاید کدام سنگ کلان الماس باشه. دوستا میبینین به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم وطندارای خوب نازنینم. آرزو میکنم که خوب و صحتمند و سرحال باشین و از هر کجای دنیا که بیننده ما هستین مثل همیشه قرار است که در این برنامه باز هم براتان یک برنامه جدید و متفاوت تقدیم کنم. پنجره افغانستان باز هم آمدیم به یکی از نمایندگی‌های رسمی ساعت‌های برند از کمپانی‌های معتبر جهان. شما عزیزا بیننده باشین و تا آخرین دم ما را همراهی کنین تا اینکه در مورد ساعت‌های گران قیمت و در پهلویش برند، در مورد کیفیتشان، طور ساختارشان و از الف تا یا در مورد ساعت‌ها براتون معلومات بدیم. همچنان قیمت ترین ساعت هم براتون معرفی کنیم. ما را همراهی کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. خوب نازنینم قسمت که بیننده برنامه هستیم. امروز باز هم آمدیم پیش حاجی صاحب که البته برنامه قبلی هم شما بیننده بودین و زیاد خوشم کرده بودین. در مورد ساعت‌های برند براتون معلومات داده بودیم و قابل یادآوری است که یگانه نمایندگی رسمی ساعت‌های رادو در افغانستان همیشه می باشه. سلام علیکم حاجی صاحب. علیکم سلام. خوب هستین؟ سلام خوب است. بخیر هستین؟ تشکر میکنم. خوش باشین. بخیر آمده باشین. بعد از یک مدت طولانی دوباره در برنامه با ما هستین. بله خوب کاروبار ما بزنس ما میسته من تا شما مصروف هستین و ما هم یگان وقت پیدا نمی کنیم که باز دوباره به تماس شویم. ان شاء الله خوب شد که امروز آمدیم. سلامت باشین. تشکر از مهربانیتون. آجی صاحب چطور از بازارها، ساعت فروشی ها، مدل های جدید از کمپانی ها بر ما بگین که چی کار کردهای نو کردن؟ والا سوال جالبتان بود. به صورت عموم کاروبار خود کمی ضعیف است در اقتصاد افغانستان. خب باز ما الحمدلله هر چی هست از مدل های برند اصلی است که ما که دیگه جای پیدا نمیشه. اگر در بازار هم باشه یگان رفرش یا پالش شده ساعت می باشه که ما نو می باشه. به خاطر ازی مشتری ما خوب است الحمدلله میاین و همون چیزی که اعتمادشان حاصل میشه و یک چیز میخرن از ما. بسیار خوب. قبلا برنامه‌ای که داشتیم از کمپانی‌های رادو، رولکس، اومگا و بعضی کمپانی‌های دیگه که نامش فراموش نشده شما اینجا ساعت دارین. میشه بگوین که در این مدت که مثلا برنامه نداشتیم مدل‌های جدید تولید کرده این کمپانی‌ها یا نه؟ کمپانی‌ها خود سال اصلا ساعت‌های کلان که است یا در 4 سال یا 5 سال بعد یک اندک تغییر میارن. مدلش همون می باشه یک اندک تغییر میارن و ما قرارداد ما در سال 3 بار یا 4 فصل ما مثلا ازشان مال خود میرسانیم میاریم. چون افغانستان یک کمی فروش مشکل شده خب باز ما مال خود مجبور میاریم. از تک در بسیاری مدلایش یک چیزی تغییر آورده و بسیاری مدلایش است که در حالت بیشتر است دیگه میاین مالا. بسیار خوب. دوستای عزیز برنامه قبلی که داشتیم بیشتر شما عزیزا در مورد آدرس پرسان کرده بودین و ما میخوایم در ابتدای برنامه آدرس پرسان کنم از حاجی صاحب که براتون دقیق آدرس بگوین که شما عزیزایی که دوست دارین ساعت برند و اصلی بخرین حتما اینجا بیاین. حاجی صاحب میشه که آدرس تان بگوین؟ بله بچشم. آدرس ما کابل، شهر نو، چهارراه انصاری، سیتی سنتر،
منزل اول دکان جی 20 21 و شماره موبایل هم است 0788 91 32 91. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب. چون اکثریت هموطنان ما ساعت‌ها رو زیاد خوش کرده بودن در برنامه بله. قبلی و میخواستن که بیاین و بخرن. جالبی بود که بیشترشون خارجی بودن. بله. وطندارایی که مسافر بودن اونا بودن، چون فکر کنم ساعتایی که در افغانستان است قیمتش نسبت به خارج ارزان‌تر است تمام میشه برشون. در افغانستان به خاطر قیمتش کم است، چون بسیاری مردم میگن که شما خود تولید نمیکنین چطور قیمتش کم است. او مقصد نمایندگی یکی است و شرکت دیگه چی شرکتی که در سوئیزرلند است او برای کل دنیا قیمتش در یک قیمت است. تا نیست که مثلا به یک کشور قیمت است به یک کشور کم میته، هم چیز دیسکانت که است برای کل کشورها یک چیز است. منتها فرق ما است که ما اول تکس نداریم در افغانستان، دیگه کشورها تکس دارن امرایش حساب میشه و این مغازه ما که است در اینجا با این استاندارد که مغازه در دیگه جای باشه شاید در $10,000 در ماه کرایه نباشه، ولی از ما $500-600 است و در اینجا در هر کانتر خود باید در دکان چون افغانستان فروشش کم است و دیگه خارجا خود فروش زیاد دارن در اینجا 10 نفر کار میکنن و کارمند هستن و تنخواه کلان مجبور هستن که ساعت بکشه، ساعت نکشه خب از جیب خود نمیتن و ما در اینجا 2 نفر یا 3 نفر می باشیم اما خرج خودم سرش کم اندازیم و در اینجا برای مشتری دیسکانت هم زیاد میتیم به خاطر از قیمتش در افغانستان کم است. بسیار عالی. خب دوستای عزیز قسم که حاجی صاحب گفتن مدل های جدید آمده درباره‌شون صحبت میکنیم و معرفیشان میکنیم، شما بیننده باشین و عزیز در ابتدای برنامه کدام ساعت از کدام کمپانی رو بر ما معرفی میکنیم؟ ساعت‌ها خب ما مختلف است ولی نمایندگی ما از رادوست دیگه ما از همش به خاطر که نمایندگی ما رادوست از همه شما اول رادو را پیش معرفی میکنیم. اینا مدل‌های هستند که کلشان مدل‌های 2025 است. بسیار خوب. سه تا ساعتایی که مثلا از 2018 و 19 و 20 تا حالا میایه مو 25 است ولی در دکان ما کلش ساعتای 2025 میباشه. بسیار خوب. فکر کنم بیشتر می کمپانی ساعت‌ها زیاد تغییرات نمیارن در مدل‌های خود. خوب برندهای کلان یکی خود ساعتای مثلا چینا و هنگ کنگ یا ژاپن چیزا که میباشه یا باز شاید ماه هم یک دفعه جور کنن ولی ساعتای برند کلان در 5 سال و 4 سال یک چیز تفاوت بسیار کمه که او باز مشتری نمیفهمه من تا دکاندار میفهمه که این تغییر آمده داشت زیاد تغییر نمیاره و میشه یگان مدل نو مثلا این ساعت هست این مدل های نو در 2025 برآمده است. اینا هم این ساعت 2025 پیش نبود و این ساعت هم در 2025 آمده پیش از اون نبود. تو ساعت های هست که پیش از اون نبود آل آمده ولی تو ساعت هست که پیش هم بود آل هم میایه. آل هم میایه. کمپانی رادو است یا کلش مدل های رادو است. بسیار خوب. مدل هایش خب بسیار زیاد است، تو شاید تصویر بیایه ولی به نشان دادنش با بسیار طول میکشه که کلش بگیریم. بله. اما خاص‌ترینش هم یا است دیگه. بله. بسیار خوب. قیمت ترین از یا کدام است، ارزان ترینش هم کدام است در بین؟ قیمت ترین از این ساعت ها که است چون در اینجا قیمت ترین دیگه هم داریم خوب بخیالم که در برنامه دیگه هم آماده بود و حال در موجوده در اینجا کشیدیم این ساعتش سایز کلان است یا $6,000 قیمتش است. امی ساعت $6,000 قیمتش است و این 3 سایز داره. 3 سایز داره. این سایز متوسطش که است $5,000 قیمتش است. نه دوستا شما ببینین و این سایز زنانش که است $3,500 قیمت داره. 3 سایز است، سایز کلان، سایز متوسط و زنانه. بسیار عالی. مشکل توانی نشه. نمیشه انشالله. ساعت ها وقتی مثلا ضربه بخورن خراب نمیشن؟ والا ساعت های مختلف است مثلا این سرامیک هستن یا کامل یا ضد خراش هم هستن و رنگش هم چی نمیشه خط هم نمیشه. منتها یک مشکل است که این شیشه وارث سرامیک است اگر بفته میده میشه. دیگه کدام مشکل نداره. یا تمام از یا قسم هستند؟ نه ساعت های سرامیکایش اینا مثلا کلش سرامیک است. این 3 دانه ساعت سرامیک است. این سرامیک سیاه که است مدل نو آمده یا سرامیک هستن یا اگر از یک جای بلند بفتن میده میشه. بله. مثلا بس چیزا هست که در خراش کاشی و شیشه و گپا خراب میشه مثل زمرد و یگان سنگای قیمتی ساعت خوب خاصیت ندارن؟ نه خیر یا خط نمیشن سرامیکایش دیگه استیل مثلا ساعت است که
5 لک دلار 6 لک دلار ولی خط میشه. خط میشه. در رادو با یگان تا مدلایش هست، مثلا این سرامیکا که است، تنها که هر ساعتش که سرامیک است او خط نمیشه، ولی سرامیکا یک مدل نوی جدیدی می آمده بسیار خوب. که یا 100 سکند هم است، ثانیه گردش در پایان است و خوبیش است که کورش کامل سرامیک است. سرامیک است. این خط نمیشه، غیر چرم دیگه هیچ مشکل نداره. بله دوستان میبینید امی خوب است. ساعتایی که چرمی هستن فکر کنم مقدار دوامشون بیشتر دوام بیخی زیاد است. من تا تنها یک وقت شاید 3-4 سال بعد یک چرمش برش تبدیل کنن، دیگه مشکل نداره. قیمت از چند است حاجی؟ قیمت از 2600 دلار است. 2600 دلار. بله. بسیار عالی. بله دوستان اینا هم از مدل های 2025 هستند، تمامش کاغذ پیچ است. میخوایم درباره این ساعت برای معلومات بدین. بسیار رنگه که مقبول داره. این ساعت های سنترکس با سنترکس کو مدل های پیش هم ما برتان به چی مانده بودیم به پیشتان، ولی این مدل های کسی کامل بیزلش الماس است. این زنان هم داره مردان هم داره، دویش مدل های چیست. این مردانش است؟ مردانش و یا هم زنانه داره کتش. بله. دوستان میبینیم که چقدر یک چیزی که تو خاص و متفاوت است، بسیار مقبول. بسیار زیبا. قیمت از چند است؟ قیمت از مردانش 3200 است و زنانش 2700. 2700. دورش الماس است. داخلش هم الماس است، دوری بیزلش هم الماس است. الماس است. بسیار بله. زیبا. بسیار اکثریت ساعت‌ها از الماس استفاده میشه دایشان یا فقط هم بعض مدلایش میباشه؟ ولی در رادو الماس مدلای الماس زیاد داره، ولی ساعت‌های کلان باز زیادترش الماس دار میباشه. در رولکس باز در رادو یتر است که بسیاری مردم به خاطر اقتصاد کم ساعت‌های مدلای ارزانه که میخرن، باز اون طبعا دیگه و الماس نمیباشه یا طلا نمیباشه زیادترش، و طلا که دارن اون ساعت‌هاش باز قیمتش بالاتر میباشه. قیمتش بالاتر است. بسیار ساعت زنانه بله که لیمیتد شده یا پیدا نمیشن یا کامل طلا و سرامیک است. این ساعت کامل طلا و سرامیک است. من خیالم که در نو آمده در چیز پروگرام پیش نامده بود. در برنامه قبلی گفته بودین ساعتی که لیمیتد میشه دیگه قیمتش بالا میره. قیمتش بالا میره. یادم بله. بله. خب یا هم گفتین لیمیتد شده دیگه؟ بله لیمیتد شده، تقریبا 30 گرم طلا داره. ماشاءالله. بله دیگه 3 خط بندش الماس می باشه یک طرف، دیگه طرف بیزل خود تختش هم الماس می باشه. این دوستا میبینین این قسمت 3 خط الماس داره، این طرف هم و خودم بیزلش هم بله هم الماس داره. بسیار یک چیزه که متفاوت و مقبول است که می کلش دیگه طلاست. بله. این رنگ سیاهش فقط رنگ شده باشه؟ نه اویش سرامیک است. سرامیک است. سیاهش سرامیک است، دیگه مابینش طلا است. کلفش کلف کامل زردش طلا است. بله دوستا میبینید یا کلش طلا می باشه. اجازه قیمتش چند است؟ $8000. ماشاءالله $8000. $8000 است. خانم‌ها طلا رو زیاد دوستم دارن، دستات که باشه دیگه ارزشش بخی برشون بالا میره. خب ما هم به خاطر نظر گرفتیم که باید ساعت‌های دختر خانم‌ها هم ساعت‌های استاندارد خوبیش باشه که ما. بله بسیار خوب. خب حاجی صاحب ساعت‌ها خود زیاد است، من می‌خوام برای من این میار قیمت‌هاشون رو بگوین که دوستا باز انتقاد میکنن میگن قیمت بعضا از پیشت مان، قیمتاشو بر ما بگین که باز بریم به طرف کمپانیای دیگه. این مدل‌ها کلش از رادو است. من تا در رادو بازار یکیش از خود نام داره. بله. چون افغانا خب ما فکر میکنم که نام از خودم سرش میمونیم ساعت ها را نیم مثلا ولی از خود کمپانی که است این مدلش که است گیر انتگرال میگیم. از کمپانی انتگرال است. قیمت از $2700 است که بندش نیمه سرامیک است، یعنی سیاهیش سرامیک است دیگه استیل می باشه. این انتگرال 2700 و این سنترکس است که ماشینش معلوم میشه. این مدل عجیب مدل است. قیمت از 2600 روپیه است. 2600 و این ساعت سنتراست 12 الماسه قیمت از $3400 است. $3400. بله این کامل سرامیک است، 12 الماسه است، قیمت از $2200 است. و این همچنان همون مدل سرامیک است ولی دیجیتال هم دارد، دو تایمه است. قیمت از این ساعت $2000 است. و بعد از این ساعت های
اصلا دایستار میگن ولی در افغانستان تخم مرغی میگن دیگه، تخم نام مرغ افغانستان سرش ماندن. این اصلا دایستار است. قیمت های از یا $1550 است. در این طرف مردانه شام است، در اینجا زنانه شام ماندیم. بسیار خوب. یا اینا فکر 1550 است. کنم ارزان تر هستند. این با ساعتش قیمتش ارزان تر است. قیمت از این ساعت است $950. $950. بله. بسیار عالی. و این ساعت قیمتش چقدر؟ این ساعت داخل ماشین شام خیره معلوم میشه، یعنی داخل صدف هم است. این مدل عجیب غریب است. قیمت از $2600 است. کامل سرامیک است. کامل سرامیک است. دوستان این قسمت تختش ببینین مثل افرنگ وارد بله، میشه. افرنگ لایتش میخوره. مادراپل است. بله. بسیار عالی. و قسمت گفتن ناجیس خیره معلوم میشه. بله بله، دلش خیره معلوم میشه. قیمتش $2600. بله. بسیار عالی. درباره این ساعت برام بگین ناجیس؟ یا کامل سرامیک است، مثل از این ساعت است. منتها او سایزش کلان جامبو سایز میگه. این سایز خرد است. خرد نیست، مردانه است. در این زنانه هم داریم در این مدل. این ساعت زنانی از این مدل است. بسیار خوب. ولی وسط سی سایز جامبوش است. سایز جامبوش قیمت از این $2900 است. $2900. بله. بسیار عالی. و ساعت بعدی که یاره خوب خیالم که پیشان نشان داده بودیم. اینا ساعتای کپتان کوک میگن. بسیار خوب. که در رنگای داخل صفحهش مختلف است. مختلف رنگ دارن. بله باشه، به دوستان نشان بدم. 3 رنگ مختلف. حتی 4 رنگ مختلف دارن. 4 رنگ مختلف. 4 رنگ مختلف دارن. بله دوستان ببینید. 4 رنگ مختلف. که رنگ سیاه است، رنگ آبی است و رنگ سبز یا ماشی. بله. بله. اینا قیمتاش هم فرق میکنه یکسان است؟ این دو تا اردوش قیمتش یکیش $2600 است. بازینی آبی که است و سبز قیمت از $2400 است. بله. این دو تایی که 2600 به خاطر که بندش درنگ است. درنگ میایه. اینا که هستن کامل رنگ استیل دارن. بسیار خوب. بله دوستان. این ساعت هم بسیار مقبول هستن. و 2 ساعت دیگه هم مانده که درباره از این باشک ساعت ها نفت است پیش ما که خیلی اینجا میمانمش. درباره از این برای ما جسد معلومات بتین که یک چیز نیستن. یا امی کپتان کوک است ولی کامل سرامیک است. یا مثلا تنها استیل هستن. درنگ هستن. یکی است این کامل سرامیک است. کل ساعت سرامیک است. قیمت از $3200 است. $3200. بله. سرامیک از استیل که بالاتر است. بله. بله. چرا اون خط نمیشه؟ نه خط میشه نه رنگش خراب میشه. به خاطر از این. بسیار عالی. و ساعت و این هم باز کامل سرامیک است. او یک مدل خاص است. بسیار رنگ مقبول هم داره. بله رنگش هم بسیار مقبول است. قیمت از $3600 است. $3600. بله. طلا است یا استیل؟ نه طلا نیست. او رنگ می باشه ولی کامل استیل می باشه. بسیار عالی. بله دوستان و این از ساعت‌های رادو بود که براتون معرفی کردیم و قیمت‌های تمامش رو براتون گفتیم. ان شاءالله که مشکلات یا سوالاتی که داشتین حل شده باشه. کمپانی بعدی یا جسب کدام کمپانی است؟ کمپانی بعدی براتون رولکس در آخر باز خوب نیست که پیش ببریم. اما تو اول ساعت‌های سیتیزن و اورینت و کیسوتا باز رولکس کلش اینجا. رولکس یک ذره نازدانه است و خود والا نازدانه است. ما خودم که خوش نمی داشتم برای خود نمی گرفتم. او را که به دست خود گرفتیم معلوم داره که خاصیت داره. عزیزا بیننده باشین.
عزیز قسمی که میبینین در اینجا ساعت‌ها را حاجی صاحب بر ما نشان میتن که از کمپانی تیسوت است حاجی صاحب. بله تیسوت هستن نه؟ یا تیسوت هستن. بسیار خوب، بسیار عالی. که رنگ‌های مختلف، مدل‌های مختلف داره. از درباره تمامشون صحبت میکنیم و در این قسمت هم است این ساعت‌ها رو دربارهشون صحبت میکنیم و درباره قیمتاشون براتون معلومات میدیم که پیش از این که حاجی صاحب دربارهش بر ما بگوین شما ببینین دوستان بسیار یک ساعتک مقبول از کمپانی تیسوت و بسیار خوب. حاجی صاحب بله درباره این ساعت‌ها بر ما معلومات بدین که اینا نسبت به ساعت‌های رادو ارزان‌تر هستن یا قیمت‌تر؟ به حساب رادو کده یا یک کمی قیمت کمتر است ولی همون استاندارد رادو است چون در هر نمایندگی رادو که میرین تیسوت هم روشان می باشه. در کل دنیا شرکتش یکی است. مثل دو رفیق هستن دیگه. بله خواست یک کمپانی تولید شده من تا نامش و دیزاینش تغییر دادن. اینا تیسوت هستن. یا ساعت‌های بسیار خوب به خاطر که بسیاری مشتریای ما در بند چرم زیاد ساعت را خوش میکنن. در این مدل‌های اورینت و چی که است تیسوت یارا بود ما زیادتر بند چرمی میاریم. بند چرمی میاریم. ساعت‌های دختر خانم است. اگر ببینین یا مادرپل سفید است داخلش هم الماس است. بله. خب حاجی صاحب این باز مردانه هم داره یا فقط زنانه میه؟ نه در این مدل باز زنانه میه مردانش نمیه. بسیاری ساعت‌ها متفاوت است برای زنانه می باشه برای مردانه نمی باشه. بسیاری مدل است که برای مردانه می باشه برای زنانه نمی باشه. یا باز استیل هستند دیگه؟ این کامل استیل است داخلش دایلش مادرپل است. یعنی صدف که ما و شما میگیم و الماسدار هم است بسیار مدل شیک هم است. بله. قیمتش چند است؟ قیمت از این $650. $650. بله. بسیار زیبا و مقبول. و درباره ساعت بعدی که قسمی که گفتن حاجی صاحب که چرمی در این مدل زیاد میاد. در این مدل زیاد میاد باز ابریش هم سیاه و بندش هم سیاه است بسیار مدل خوبیش است. قیمت از یا $950 است. $950. بله. بسیار زیبا. این فقط مردانه داره دیگه زنانه؟ بله این مردانه داره. بسیار عالی. و ساعت بعدی که هم بسیار یک ساعت مقبول است؟ یا من تیسوت است ساعت بسیار مقبول 30 کیلی است. قیمت از یا $700 است. $700. بله. حاجی صاحب 30 کیلی به خاطر چی میباشه؟ این به خاطر کرونوگراف است. یعنی بسیاری وقت مثلا از یک کشور به دیگه کشور سفر داری میفهمی که در ساعت تغییرات تایم یک کشور دیگه کشور می به خاطر از این کرونوگراف است که از کرونوگرافش کلیش چالان میشه. این ساعت خودت به تایم خودش می باشه ولی کرونا بر تو اول میته و دایره خرد که داره در برات معلوم میشه که ما 2 ساعت سفر داشتیم یا 5 ساعت سفر داشتیم به خاطر از است. بسیار عالی بسیار عالی. قیمتش؟ قیمت از $700. $700 ماشاءالله. و ساعت بعدی هم بازم چرمی است. با چرمی است یا زمین مدل است ولی 3 سکند است. این بغل ثانیه‌گر داره ولی او که است این مدل دیگه است اما 3 سکندش است. قیمت از $850 است. $850. حاجی صاحب چرم از یا باز در افغانستان پیدا میشه؟ بله ما خودش مانندگیش هستیم. همه چیزش داریم. ما در اینجا سرویس سنتر ساعت سازی داریم. هر مدل ساعت سوئیسی باشه در اینجا ترمیم میشه پالش هر چیزی که بخواین ما سرویس سنتر داریم. بسیار عالی. باز اگر مثلا بعضی هموطنان ما بلد نمی باشن میبرن در شهر در بعضی جایا اونا برشان خوب ترمیم میکنه یا مثلا می چرم از اصلی را مندازن یا نه؟ والا متاسفانه نه. در کابل اکثریتش تو میشه که برای ما ساعت میایه چون در بازار دست خورده می باشه برای ما اگر خود ساعت پیش ما مثلا شاید $50 مصرف داشته باشه ولی مشتریایی که بردن در بازار پس و جور نشده پیش ما می باز مصرفش 200 رسیده. حتی ساعتی است که او روز هم یک دانه ساعت رولکس آمده بود $600 به خاطر ریپیرینگش داد چون در بازار در مزار کدام جای جور کرده بود. در اونجا جور شده بود و ساعتش خراب کرده بود زیاد خراب شده بود باز در اینجا آورده بود. اگر در خود سرویس سنتر من نمیگم که در افغانستان اگر در افغانستان باشن خب ما هستیم اگر در جای دیگه هم باشه در خود کمپانیش برن او برش بهتر می باشه ساعت خراب نمیشه.
دوستا کوشش کنین که جای ساعتتان رو جور کنین که معتبر باشه، اعتبار داشته باشه، که از اینکه جورش نکنن بیخی خرابش کنن. بیخی خرابش میکنه. بسیاری جالب قصه است که عیبش گم نمیکنه، دیگه زیاد مشکل داشت پیدا میکنه. او دیگه مجبور باز ما خود چون به حساب سیستم خود کمپانی پس پیش میره، هر چیزی که از چیزش که از کار میفهمیم که تایم نمیزنه یا درست شده نمیتونه، او رو پس میکنیم برش نو میکنیم و در بازار خودمون دست میزنه کم تیل بته و چطور کارو میکنه به خاطر 50 روپیه بس دیگه باز صحیح نمیباشه، خرابش میکنه. و ایام از کمپانی بعدی یا کمپانی های اورینت است. بله دوستا، که یک تعداد ساعت ها از این کمپانی هم است که ایران براتون معرفی میکنیم. یا سیتیزن است، اینا مدل های اورینت است. دیگه هم زیاد داریم، خامی 3-4 تاش به دیزاین پیش آوردیم. اینا اورینت است یا کمپانی ژاپن است و مدل های خوب کلاسیک هم دارن با بندای چرمی. بسیار مشتری های ما که از بند چرمی زیاد ساعت از این ساعت ها میخواین. قیمت از این $400 است. $400. بله. بسیار خوب. ایام شد $400. بله، قیمت از $400 است. و این اورینت است که این $350 است قیمتش. در این دو رنگ هم است، کامل زرد هم است. بله بله. نگینایش الماس نیست؟ نه الماس نیست. بله دوستان میبینید و اون زیبایی و ظرافت ساخته شده. بله دیزاینش هم تو جور شده. قیمتش $350. بله. تمام این ساعت دیگه ساخت سوئیس است؟ نه، یا ژاپن است. یعنی مدل های کس یا از ژاپن است یا اورینت است. قیمت از $450 بسیار مدل خوبیش است. $450. بله. اکثریت ساعت ها که هستن ناجسه به قسمت پشت سرشان مثلا باز نمیشه. بعضی ساعت ها هستن که بالتیش خود آدم میتونه بندازه، ولی بعضیش که هست باید ببری پیش همون ساعت ساز که اما خودش انداختنش بسیاری ساعت های عادی می باشد. ساعت های اصلی که هست باز نمیتونه مشتری خودش باز کنه. اگر باز هم کنه خود ساعت از بین میره دیگه. تو باز شدن است که بود ساعت از بین میره، خراب میشه. و دو ساعت دیگه هم که گفتین این مدل های دیگه هم زیاد دارن، من تا به خاطر برنامه تان که طولانی نشه خاص شه یا باز سیتیزن هستن. در سیتیزن بسیاری مدل های ما داریم که قیمت های از یا مثلا 20,000 18,000 15,000. در این مدل های زیاد داریم، از 12,000 افغانی شروع تا 22-23,000 افغانی داریم. بسیار عالی. سیتیزن خودم 20 قیمتش چند است؟ قیمت از این 16,000 بخوام که 16,800 است. بله. اولین ساعت است که به دلار نگفتین، 23 افغانی چون مشتری ما در پیش جمهوریت از یا نداشتیم. حال اقتصاد افغان هم یک کمی ضعیف است دیگه، به خاطر یگان توفه یک چیزی که میخریم با ساعت‌های کم و قیمت‌های کم هم آوردیم برایشون. بسیار خوب. قیمتشون کم نیست، خوب است دیگه، قدرم خوب کم نیست. نه خو اصلی است. اصل وقتی ساعتی که اصل باشه ما میگیم خیره مثلا $200-300 هم اگه بتن یک چیزی خوب بخرن. در بازار هم چیزی کاپی را 100-200 روپیه سرش میفروشن. او ساعت 2 ماه کار نمیکنن به خاطر ازی. و ایام سیتیزن است. ایام سیتیزن است. این ساعت بسیار شیک است، اتومات هم است. قیمت از 18,000 افغانی. 18,000 افغانی. وقتی که میگن اتومات است یعنی چه قسم؟ یعنی بیتری نمیخوره، بدون بیتری از دست از نظم کار میکنن. بسیار خوب. بله. این دیگه ضرورت به بالتی نداره. نه او بیتری کار ندارن. این ساعت خیلی بسیار خوب شده. ضرورت به بالتی نداره. قیمتش گفتیم 18,000. 18,000 افغانی. بسیار عالی. عزیزا بیننده باشین، ساعت رولکس باقی مانده که براتون
بیننده بودین، ساعت‌های رادو همچنان سیتیزن و کمپانی دیگر براتون معرفی کردیم و رسیدیم به شاه ساعت‌ها که رولکس است. شاه ساعت‌ها است یا نه؟ بله، برش در کل دنیا برایشان گفت چون نزدیک در قیمت‌ترین زیاد است، بسیار مدل‌های قیمتی ترین دارن، ولی در دنیا که زیاد شهرت پیدا کرده به خاطر ازی برایشان پرزیدنت ساعت میگن. بسیار خوب. شهرتشون زیاد است. بله. مدل‌هایش دیگه تمامش جدید آمده جسد. بله، یه مدل‌های کلش 2025 است، مدل‌های نوش است. بسیار خوب. در مدل‌ها مثل که ما پیش هم در رادو هم گفتم بسیاری ساعت هست، مثلا یا کلش رولکس است ولی هر یکیش از خود نام داره، مدلش فرق میکنه، به خاطر مدلش با نامش هم فرق میکنه. بسیار خوب. آجی صاحب، ارزان ترین ساعت رولکس تا چند است؟ ارزان ترین رولکس که ما در $7,000 است. بله، چون او را ما در نمایش براتون نگذاشتیم، کامل استیل می باشه. اینی ساعت از ارزان ترینش $7,000 است. $7,000 است. بله. بسیار عالی. و شاید در کمپانی‌های دیگه قیمت ترینشان $7,000 باشه. ولی هست دیگه، در رادو ما تقریبا تا 8,000 داریم. خب به صورت عمومش ارزان است قیمت‌های از او، چون این رولکس اسی به خاطر قیمت‌های کمش است که برای استعمال روزمره مردم که است و از ساعت استعمال میکنن. بسیار خوب. گفتین که از رولکس که کمپانی‌های بالاتر هم است. بله. که مثلا قیمت‌هایشان هم حتما بالا است. بله، 100%. قیمت‌های است که اگر براتون بگویم شاید بسیار کم همشهری‌های افغان‌های ما دیده باشه. مثلا ساعتایی که برای یگان فوتبالر یا یگان ورزشکار یا یگان سلبریتی برای از و یا از کمپانی توفه میشه یا و با پول خود میخرن، او گپایش $1 میلیون ها می باشه، کم نیست. ولی بس اوج اوسط که مردم ها میخرن تا 5 لک داره، $1 میلیون. ساعت‌های تجاری خارج هم زیاد از ساعت‌ها را میخرن. بسیار خوب. یعنی تا 1 میلیون ساعت است. از میلیون بالا است. زیاد بالا. بله. چون ماشاءالله در پروگرام یا برنامه آدم اگر قیمتاش با افغانای ما 1000 قسم چون بارش که بلد نباشن و یک قسم برشان معلوم میشه که چطور اگر بگویم شاید مبالغه نباشه چیز کم 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 80 لک و 70 لک و 50 لک و ساعت ها است. بله دوستان، راستی هم که آجی صاحب پیش از اینکه مثلا ما پیش شما برنامه بیایم فکر میکنم ساعت از دیگه قدر نخواد زیاد توضیحات داشته باشه، ولی اینجا که اومدم از زبان شما شنیدم درباره ساعت معلومات، من که میبینم دیگه هر چقدر آدم معلومات پیدا کنه درباره ساعت بازم کم است. والا یک علم کلان است. من خودم فکر میکنم، ما چون دیپلم ساعت سازی در 1995 گرفتیم، ما وقت فکر میکردم رولکس هم شاید وقتهای اول که ما در این کمپانیا نرفته بودم پیش از او شاید ما رولکس هم نمیشناختم، ولی آهسته آهسته که پای ما کشیدیم تا دیدیم که دنیا دیگه چیز است. ما چیز فکر میکنیم برای ما زیادتر شاید قیمت ترین ساعت ما برای ما رادو بود افغانستان، ولی ساعت‌های است که حالا تعجب میکنه آدم که قدر قیمت چطور بلند است. و خدا را شکر که شخص مثل شما در کشور ما هست که افتخار ما هستین که قدر معلومات دارین و بر مردم خدمت میکنین، چیزهای اصلی و چیزهای برند میارین. آجی صاحب درباره ازیا بر ما معلومات بتین، دوستا شما بیننده باشین که از نزدیک براتون ساعت ها رو نشان میدین. درباره ساعت بر ما بگوینک. ساعت های دیجاست است، در رولکس دیجاست است 41 mm است و بند از اینکه است آیستر است. این دو قسم بند میه، یکی جوبلی میه یکی آیستر میه. این بین کندای کلان که داره یا را آیستر میگن. بله، این بند کاملش که است کتی دیگاش باز مختلف است به خاطر از این را 41 mm است، بندش آیستر است. قیمت از این $13,000. $13,000. بله. ماشاءالله بسیار خوب. این ساعت مدل 2025 است؟ بله ساعت 2025 است، مدل های نوش است. بسیار عالی. اینا دیگه زنانه دارن یا نه؟ فقط مردانه می باشه؟ نه، زنانه هم میاد، چون در افغانستان باز رولکس برای زنانه بسیار افغان هستن دیگه، چی بگویم، برای زنانه بسیار کم میخرن. اگر میخرن هم بسیار، ولی مردانیش زیاد فروش میره. آقایان زیاد میخرن به خود، باز به خانمان هم میخرن.
والا چی بگویم اگه شاید سر ما کدام چی شود که چرا شما گپ زدین. خب به صورت ما میبینیم که دکان چقدر پر است و زنانی رادو چقدر داریم، مردانیش چقدر. از این معلوم میشه که مردانیش زیاد فروش میشه مردانه دیگه. زیاد میشه و این ساعت هم بسیار مقبول است. دوستا میبینین بسیار یک تختش رنگ مقبول داره، رنگ فولادی یا نقره‌ای بله برش میگن. بله این استیل است آجی صاحب؟ بله کامل استیل است. ساعت یوم 41 مم از دیجاست است مثل امو ساعت، ولی ساعتش هم بندش هم میبینین ایره جوبلی میگن. خب این قسمت چه؟ این قسم بند که داشته باشه او را جوبلی میگن. بله یوم 41 مم از دایل گری میگن مثلا، ما شما در اینجا برش خاکستری یا سیلوری میگیم. از این مدل است. بسیار خوب. قیمتش چند است؟ قیمت از این 14700 14700 دلار. بله. ساعت قبلی 13000 13000 دلار بود. بله. دوستان ما تو 1000 بالا میریم باش که در کجا خاطر رسید ساعت های رولکس. و این هم از ساعت بعدی که ماشاءالله بسیار یک رنگ مقبول داره. بله این ساعت هم همون 41 مم است مثل همون از این که پیشتر که معرفی کردیم. این ساعت هم عین همون ساعت است، جوبلی است، 41 مم است، من تا داخل صفحهش که است آبی است و رومان نمبر است. نمرهش هم داخل چون طرفای کشورهای عرب ارقام رومی است دیگه، به خاطر از زیاد خوش میکنن. و صفحه آبی و از خاکستری این دو رنگ بسیار زیاد معروف است که بسیار زیاد مشتری ها از این رنگ ها خوش میکنن. مثلا دایل زرد و سفید و چیزا رو قدر زیاد خوش ندارم مثل از یاوری. تفاوتش میبینین؟ هر دوش مقبولی خود داره، زیبایی خود داره دیگه، نظر به ذوق خوش میکنه. بله هر کس به ذوق خودشون. قیمت از چند است؟ قیمت از هم 14700 است. 14700. بله 14700 است. بسیار عالی. و ساعت بعدی این ساعت رولکس دیتونا سیکلی که می باشه یا دیتونا می باشه. در رولکس سیکلی هم یک قسم میه و این ما شما به فارسی که میگیم شیر و شکر، ولی در اصلش طلا استیل است. نصف طلا است، نصفش استیل است. زردیش طلا می باشه. دیتونا است دیگه. و قیمت از هم 27000 دلار است. بیشتر فکر کنم اینمی رنگ سفید و طلایی رولکس زیاد می باشه. در دیگه مدل ها میایه، ولی در رولکس کس یک خوبیش است که هر جایش که رنگ زرد بود او طلا می باشه. یعنی رنگ نمی باشه و طلا می باشه. خود تختش هم طلا است؟ نه خیر، داخل ماشینش نه، بیرونیش که است مثلا کلیش است، بیزلش است، بندش وسطش است یا کلش طلا می باشه. کلش طلا است. بله. قسمتش هم دوستان میبینین؟ بندشون گرهنگ هم است آجی صاحب. و طلا که باشه طلا وزنش زیاد می باشه. قیمتش چند است؟ قیمت ازی 27000 دلار. ماشاءالله 27000 دلار. بسیار زیباست دوستان. واقعا که برند می باشه دیگه. زیبایی خاص خودم می داشته باشه. و یک ساعت دیگه که رنگ طلایی آجی صاحب میاد گفت که هر زردی که در رولکس باشه طلاست. این دیگه بیخی طلاست. این همین ساعت دیتوناست که پیش معرفی کردیم. این ساعتش کامل طلاست و نیمه طلاست. این باز داخلش 6 دانه الماس هم داره و یا دیگه مدل های خاصش هست. چون در کمپانی از دیتونا و یک چند مدل رولکس است که از خود شرکت که میخرین باید اول پول پرداخت کنین، یک و نیم سال بعد ساعت تانو برتان تسلیم میکنن. چون ما در افغانستان باز خوب است از مدل‌هاش ما میتونیم که پیدا کنیم و بیاریم. ما داریم از ساعتا. بسیار زیبا. قیمت از هم 42000 دلار است. ماشاءالله 42000 دلار. بله. نام خدا. مثل که جیسه بیگان دکانا که خانما میرن که یک چیز بای میکنن قیمت میگن باز یک ساعت هم تو سرشان یک زوف میایه. این ساعت ها به خدا رقم است 42000 دلار. بله 42000 دلار قیمتش است. خانه یا آپارتمان قیمت از یاسته. پیشتر هم یک چند روز پیش یک کسی پرسان کرد گفت به این قیمت خوب یک آپارتمان میشه. گفتم بله. واقعا شوق است دیگه میخوام. بله شوق است. آجی صاحب ساعتایی که وقت سرشون زیاد میگذره اونا قیمتشون زیاد میشه یا ساعتایی که نو برای قیمتی تر هستن؟ به صورت عموم قیمت های مدل های نوش قیمت می باشه، قیمت تر میشه، ولی در کمپانی ها بسیاری ساعت است که او باز لیمیتد میشه یا مثلا کم تولید میکنه، با دور بند میکنه به خاطر همو نامش که
اما تو استاندارد بمانه باز و قیمتاش روز به روز بالاتر میره. بالاتر میره. بله. و یا هم بعضی ساعت‌ها که کمیاب باشن شاید بله. قیمتشون بله بالا باز باشه. پیدا نمیشه و قیمتاش بالا میشه. بسیار عالی. قیمت از یام 42000 $42,000. ماشاءالله. خداوند بده که دوستا بخریم ان شاء الله. و یام ساعت بعدی است. یام ساعت رولکس است و در رولکس یه را ایرکینگ میگه کامل استیل است. سایزش هم 41 است چون مردانه حال سایزش کلان شده به خاطر از این کمپانی هم ساعت را مدلایش کلان میکنه. سایز می قسمت چه بله میگیم؟ این 41 میست و قیمت از یام $11,000 است. $11,000. بله. بسیار عالی. مکمل استیل است. مکمل استیل است. بله. سایز بند ساعتام یعنی سایز می داشته باشه بندایشان یعنی استاندارد به یک سایز نه دم یک استاندارد میان برای خرد کردن و کلان کردن دست میشه ولی سایز خود کمپانیش میبخشید هم یک سایز می باشه. بسیار عالی. $11,000. بله $11,000 است. و یام ساعت آخری از رولکس است دیگه؟ بله رولکس ها خود زیاد است. این مدل های شما براتون پیش کردم. در اینجا یعنی زیاد داریم. آجی صاحب یام استیل است؟ یام کامل استیل است. گیره باز تورنوگراف میگه. یعنی به کمپانی رولکس تورنو بازی بیزلش یک قسم چی دارن حالا که ببینین یک دیزاین خاص است. دوستا میبینین؟ واقعا که خاص است. بسیار مقبول زیبا. او امراش می باشه یا این به خاطر خط نشنین به خاطر از کمپانیش به خاطر همین مانده می باشه. بسیار زیبا. قیمتش چند است؟ $12,500. $12,500. بسیار عالی. بله دوستا و ساعت‌های رولکس هم براتون معرفی کردیم. یک ساعت دیگه هم اینجا است که بسیار دیگه یک رقم شاهانه بسته بندی شده که من آجی صاحب کی باز کرد من بخی ایران ماندم که چی رقم ساعت از دهی شاید کدام سنگ کلان الماس باشه. دوستا میبینین این قوطی ازی است که این رقم باز میشه و از خود ساعت که قوطی شاید قیمت باشه. حتی این گارانتیش اگه ببینین بسیار جالب گارانتی داره. این کتاب بوکش و چیزاش نه یا هم گارانتیش کتش می باشه. یا کتابش هست؟ بله میباشه. این هم امروز ساعت می باشه یعنی یک ساعت قدر معلومات داره بله که همه یک چیز کتاب داشت است. بله ماشاءالله. این هم گارانتیش هست. بله این هم گارانتی کارتش هست. آجی صاحب ساعتایی که پیش شما از تمامشان سند می داشته باشه؟ بله بدون سند خوب یگان ساعت ها میاین که مثلا ما میفهم که اصلی است نو می باشه نو که نباشه نمیگیریم ولی اگر نو باشه برای بازار میگیریم ولی در دکان خود باز از اون نمیفروشیم چون ما ساعت مستعمل هیچ کارش نمیکنیم و این ساعت های کلانه که ما میخریم اگر مستعمل هم باشه ما میخریم به خاطر تجارت خارج و باز اگر گارانتی نداشتم باشن ولی ساعت میفهم که اصلی هستن قیمتاش کم می باشه اگر دیگه مشکل نمی داشته باشه باز فروخته میشه ولی کتی ما که باشه یگان تا توفایی که میایم مثلا مردم از خارج که توفه روان میکنن اون گارانتیش نمی باشه حتی ساعت هم پیدا میشه ولی به صورت عموم اکثریتش گارانتی می باشه. گارانتی می باشه بله. ساعت مثلا وقت طلا رو آدم میخره بل میتن برش. بله. دست آتو با قسم است. بله بل نمایندگی ما چون در کمپانی قرارداد داریم و از او خلاف ورزی هم کردن نمیتونیم چیزی که کنیم چون ما اونجا دیپازیت ماندیم از دیپازیت ما جریمه میشیم غیر از او در ساعت که چیزا است سوره کلش ما در بل برش نوشته میکنیم سریال نمبرش تاپا میشه ساعت داده میشه. آجی صاحب ساعت که قدر کشفش زیاد است به اصطلاح ها قیمتش چند است دربارش بر ما بگین استیل است؟ این استیل است اتومات است. یک خوبی که در دیگه ساعت ها نیست و در است یه طرح است که پاور زف میگیره امی هر چقدر کوگ که در از اتومات پر میشه در اونجا درجه شبرت نشان میته مثل درجه حرارت که یک قدر کوگش هست مثلا تو میتونی که هیچ از دست یک شو یک روز بمونی این کار میته چرا پاور زفش پول میباشه برای تو نشان میته هر وقت کم میشه ایستا خودش پایان میینی. بسیار عالی. این قسمت چیست؟ اینم یک دانه ثانیه‌گردش که هست اینجا این پاور زف میباشه. دوستا میبینید این دیگه از جمله ساعت‌های جادویی گفته میتونیم برش.
قیمتش چند است؟ قیمت از 6000 دلار. 6000 دلار. بله. چون استیل است، اگه این الماس کار شوه یا طلا باشه قیمت از این باز بسیار بلند می باشه. بله دوستان گفتن همونه که رولکس نیست، کمپانی اومگا است که از یاد نره که باز در کامنت ها میگن که اشتباه گفتیم. کمپانی اومگا است. 6000 دلار. بله 6000 دلار است. بسیار عالی. عزیزای دلم بیننده باشین، 1 ساعت مانده که به گفته حاجی صاحب دیگه شای ساعت است. او رو براتون معرفی میکنیم. ما رو هم که شما فعلا در تصویر میبینین، شاید در تصویر براتون کمک سبک معلوم شوه، ولی خوب سعی رنگ است، گرچه بندشان چرم است ولی خوب رنگ است که طلایش هم زیاد است و قیمت از این دیگه بسیار هم تو قیمت خطرناک است بسیار. خوب در افغانستان که کسی کتش بلد نباشه شاید برشان تعجب شود که از رولکس هم کسی ساعت بالا داره، ولی ساعت های بسیار مختلف از رولکس که زیادتر قیمت داریم یا ما اگر نداریم در دنیا هست ساعت های قیمت. بله در افغانستان قسمت که گفته نظر به شرایط دیگه نمیشه. بله نمیشه ساعت های کلان. این ساعت اصل نامش آدمار پیاجت است ولی در چیزای مخفف ای پی میبرش میگن. ای پی برش میگن دیگه. در بسیار معروف است. در این اکیلی و طلا و طلا استیل دو سه چهار رنگ میه ولی کامل طلا است. با در طلا رنگ سرخش است که روزگلد برش میگن. این بسیار چیز خاص است. بله بسیار عالی. آجی صاحب این ساعت ها که شاید اکثریت هموطنای ما نفهمند که از رولکس که بلندتر است و قیمتتر است، کدام خصوصیات دارن؟ یک ذره درباره این کمپانیش خود مدلش برام معلومات بده. بسیاری ساعت‌ها است که استاندارد خود کمپانی نگاه کرده. مثلا بسیاری ساعت‌ها است که همین ماشین شاید یک مدل دیگه ببینی، در یک نام دیگه ساعت ببینی، ولی ساعت‌هایی که برندش بسیار بلند میره مثلا از رولکس و اومگا که با ساعت‌ها با قیمت‌های بالا میرن، باز اون ماشیناش از خود خاص ساعت میباشه. از خود اون کمپانی می باشه. این نمیشه که این ماشین مثلا در رولکس کسی پیدا کنه یا رولکس کسی در اومگا پیدا کنه. هر ساعت به خاطر همین استانداردش بالا میشه، تنها محدود در خود کمپانیش ماشین هم می باشه، پرزش هم می باشه، در بازار عام نمی باشه سامانش. بله می که کمیافت می باشه خودش پرزش قیمتش بالاتر است. بله حقیقت است. و دوستا قسمی که در اول برنامه براتون گفتم که ساعت‌های برند براتون معرفی میکنیم دیگه. این دیگه از برند هم کده برندتر است ساعت. قیمتشون بر ما بگین حاجی صاحب که دوستا قیمت از 60000 دلار است. ماشاءالله 60000 دلار. دوستا این ساعت بسیار مقبول و زیبا، برند که نام کمپانیش هم سخت است ولی آدمار پیاجت یعنی به خصوص ای پی. بله اما آسانش هم میگیم ای پی. قیمتش هم 60000 دلار. بسیار نازنینم قسم که بیننده بودین، این بار هم تلاش خود کردم که تا از بهترینا براتون برنامه تقدیم کنم و جا داره که سپاسگزاری کنم از شما حاجی صاحب عزیز که با وجود که حاجی صاحب دوستا مریض هم بودن ولی بازم بر ما وقت دادن و بر ما بهترین ساعت‌ها، برندترین ساعت‌ها را از معتبرترین کمپانی‌ها و قیمت‌ترین‌ها رو معرفی کردن. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر از شما که آمدین وقت خیر باشین. زنده باشین. تشکر. نازنینم همچنان سپاسگزارتان هستم که تا اینم بیننده برنامه ما بودین و امیدوار هستم که برنامه خوشتان آمده باشه. تلاش خود را کردم تا یک برنامه خوب و جالب تقدیمتان کنم از ساعت‌های
معتبر و برند جهان که قیمت‌ترین ساعت هم بود $60,000. منتظر نظریات، انتقادات، پیشنهادات و کامنت‌های زیبای شما عزیزا در مورد این برنامه هستم. انشالله هر سوالی که داشتین در کامنت بگوین که دفعه بعد بخیر باز من از آجی صاحب پرسان کنم. سپاسگزارتان هستم. ناگزیر که از حضورتان مرخص شوم. این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد، خداوند یار و یار.